با مودای جدید ببینیم چه مودی قراره بیاریم. خودتون بگید مپ بیارم یا مود، کامنت ها حتما بهم بگید تا پارت بعد براتون بذاریم. بله ایشون منو بغلمه، منم فالو کنید. بله اینم زیاد مهم نیست ولی حالا فالو کنید. خیلی خوب، قراره 5 دقیقه توی این مود زنده بمونم. اینم میریزیم. دانیاسور نیست، هدفم اینه که نمیرم. هدف خوبیه، هدف دوم بشه. داداش نمیدونی مودشو. آره میبینی تو ویدیو ها. بچه بریم ببینیم چی میشه این پارت. منو فکر کنم چیا باید مرد که 100% باعث مرگمون میشه. در ضمن این مودی که من الان رفتم مود مود حیوانات جهش یافته است. یعنی مرغ از دهنش آتیش میاد. یا علی بسم الله. چرا کریتیویم؟ راست میگی چه کریتیو داریم. یا خدا کریتیو داریم. یا خدا این چیه؟ چه بریم ما کریتیو در بیاریم. ما بریم کریتیو در بیاریم. نه من حساب نکردم. خب الان بازی شروع شد. فقط 5 دقیقه باید زنده بمونیم. یا خدا بچه ها، یا خدا بچه ها، امیدوارم که نمیرم. بذارید صفحه نوشو زیاد کنم خوب ببینید. چرا رفت اینجا؟ یا خدا یا خدا. بیاد شد. خیلی خوب. سری چوب میکنی؟ اشمه هم چوب بایستده بوده. بچه این پارت خیلی ممکنه خطرناک باشه. بله. آخر ویدیو شاید ماوا رو بهتون نشون بدم. اگه از اینجور ویدیو دوست داره حتما ما رو فالو کنید. بله. کانال ایشون هم بهراد است توی یوتیوب. یا با پارا دنبال کنیم. توی یوتیوب هم کانال داره البته به نام اسمم که اندررضا. بعد اینو میبینی؟ این یک این باسه. این باسه. سلاح هم داره خوبه. خب بچه ها آماده باشید که این پارت خیلی قرار سنگین باشه. بله. سریع یعنی 5 دقیقه داره تموم میشه. ولی خب خودم هم میخوام ماوا رو بهتون 2 دقیقه‌شو وقت تلف کردیم، یعنی باید 7 دقیقه بشه. میدونم. خب بچه ها ببینید که چی میشه. این پارت بچه خیلی سخته. بله. حتی با اینکه خیلی تو این بایو ماب نیست، گوسفند ممکنه زیاد بشه. گوسفندم ممکن مرگمون بشه اگه جایش یافتش باشه. حالا شروع تخت به دست بیاریم بخورش. بچه ما نمیخوابیم در این شبها. برای شبها رو بیدار میمونیم. باید سوختم جمع کنی برای فرنیس رام دادم. بریم من اینجا قربان ده. هدف اونم تو زغال انتظار نشته باشید. هدف هم یه دونه آهنه. همون آهن. وای چه خوکی جایش یافته است؟ صدای ما به جایش یافته افتاد. بچه اینجا خیلی آره مستتا سری یه دونه. بچه گرگ جایش یافته. بچه خیلی مواجب باشید. مواجب. خیلی خوب. سریع یه دونه کلنگ درست کنیم. بیشتر بکن. هدف اونم یه دونه آهن. بله. کانال با هم حتی سابسکرایب کنید اگه از اینجور ویدیو دوست دارید. بخوام
من یه دونه فرنیس درست کنم. فرنیس یه دونه کم دارم. سری نرم کنیم بچه ها. بریم اون پایین که حس خیلی خوبی بهم داره دست میده. اون پایین ها آهن بچه آهن هدفم کلنگ آهنی. نه با آهن کلنگ باش. وای یا خدا یا خدا بچه من رفتم زیر. بچه یا خدا بچه داره تایمر خیلی کمه. بچه رو میزنم. بچه این پارت بد. چی میگی؟ قرار بود به بچه ها نشون میدم مابا رو. این از گرگ جشن یافته بود دیگه که قشنگ ما رو کشت. وای نتونستی هدفمون انجام بدیم توی ویدیو، ولی خب اشکال نداره. بچه الان ایگاه مابا جشن یافته رو بهتون میذارم. بایستید ببین چقدر موبایل خطرناکی داره. کانال ما حتما دنبال کنید. باشه این ویدیو هم ساب کنید. 4 تا نه این هم اونجا بود. یو خدا. خب نشون بده بچه چقدر خوشگله کوه نه؟ خیلی خوب بچه. بله این هم ماواشه. خیلی ماو داره بچه ها. بچه یکی دیگه ماواشون این کریپره. بله که قیافش معلومه چه غلطایی میتونه با همون بکنه. این مرغشه. بچه فکر کنم مرغ ببینیم. 2 برابر خودمونه. این اندرمنشه. اندرمن دیگه. اینم جستشه. گست. این اکسلاتورشه. دیگه اکسلاتور دیگه. این 8 باشه چه خیلیه. 8 کنیم. اینم گرگه که بود که ماشاتک کرد. اینم آینگولم که با همشون بده. بله کریپر رو نگاه کنید. درسته جوناشون هم زده. این 100 تا جون چون موده از من داره. بله بچه جوناشون هم میتونید ببینید. 98 تا کریپر. این 41 گست خیلی. بچه گست رو بزنش تا جونش. آره این اصلا دمیج هم نخورده. یعنی اصلا دمیج نمیخوره. خب بچه این اصلا دمیج نمیخوره. بچه هنو موندن خیلی ماور خفن تری دارن که الان براتون میاریم. اگر از این ویدیو هم دوست دارید حتما تو کامنت ها بهمون بگید. هر موجی خاصی تو کامنت ها بگید. اون گناه موجی بله قرار کنه روبکا رو هم براتون بذارم. حالا تلگرام منم حتما دنبال کنید. بچه این کوابین رفت. اینو که دارید میبینید پیگلینشه. بچه هدف اون تو ندر رفتن نبوده. بله پیگلینش 98 تا جون داره. بعد 1000 تا میشونه. بچه این اسکلتونش که این کجا؟ که نزدیک 78 تا جون داره. قشنگ اینم زامبیشه. بچه زامبیش 200. این آیرن گولم بیشتر داره. یا خدا اینم کوسه نه دلفین جشن یافته است. بچه قورباغه 98 جون داشت. ویدر اسکلتون من عاشقش هست. ویدر 180 تا جون داری. یو خدافظ. یا خدا چقدر جون دارن. ببین یا خدا اینو آخر میذارم. این آینگولمشه که 260 تا جون داره. و این آخریه. اینم آخری که بچه ویدره. این رو باگ میکنه. خدافظ تا پارت بعد.
نخه باگ نیم که اون مودو قراره براتون بذارم حتما. راست موده که ویدیو رو اصلی رو میاره خیلی گنده است بچه ها. فکر این کوه گنده تره بچه ها. این خیلی سگونه واسه جونشو ببینیم بچه ها. جونشو ببینیم ای راست این بچه ها معلوم نیست یا تو پارت بعد خدا حافظ.